سلام خدمت همه علاقه‌مندان به دینامیک سیالات محاسباتی. بنده امیرحسین برزگر هستم و با ارائه معرفی روش آببین در حجم کنترل در خدمت شما هستیم. روش آببین یک روش گسسته سازی عددی هستش که برای حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای با فرمت حضوری در فیزیک محاسباتی مانند دینامیک سیالات محاسباتی مورد استفاده قرار میگیره. عبارت حضورلوی یا هایپربولیک به این معنا هستش که ما دو تا جواب در حل معادلات دیفرانسیلمون داریم و این یک ابزار ضروری به شمار میره که میتونیم تجزیه و تحلیل رفتارها و ویژگی‌های جریان سیال رو در حجم کنترلمون به بررسیش بکنیم. حالا چرا به این روش ما آببین میگیم؟ اصلا چرا این روش آببین رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه این یک تکنیک عددیه و انواع تکنیک‌های عددی رو برای به دست آوردن جواب تقریبی باید بدونید، مخصوصا توی معادلات دیفرانسیل پاره‌ای، و بهتره که انواع روش‌ها رو بشناسیم. حالا چرا بهش آببین میگم؟ به دلیل اینکه جهت جریان خیلی مهمه و از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که جهت جریان سیال به عنوان مثال توی یک لوله یا توی حجم کنترل به چه جهتی باشه و این روش هم به صورت گسترده برای تجزیه و تحلیل جریان سیال هم در داخل حجم کنترل قرار میگیره. پس بنابراین الزامه که ما این روش رو بررسی بکنیم که به چه صورتی هستش. حالا چیزی که مهمه اینه که این روش کلا برای حجم محدود به کار میره و ما باید مفهوم حجم کنترل بدونیم و که به چه معنی هستش. حجم محدود یا همون حجم کنترل یک منطقه ثابت توی فضایی که برای تجزیه و تحلیل انتقال جرم و انرژی مورد استفاده قرار میگیره و شامل استفاده از قوانین پایستگی برای تجزیه و تحلیل جریان سیال در یک منطقه خاص هست که این امر به درک دینامیک سیالات در کاربرد دنیای واقعی بسیار اهمیت داره و ما باید این روش رو به عبارتی بدونیم که به چه صورتی است. چون اصلا حجم کنترل کاری که میاد انجام میده این هستش که میاد یک حجم مشخصی رو توی فضایی رو شکل میده و معادلاتی رو که توی اون حجم محدود حاکم هست، حالا میتونه انرژی باشه، میتونه مومنتوم باشه، میتونه بقای جرم باشه، میاد بررسیش میکنه و بر اساس اون معادلاتی که داره اون توی اون محدود شکل میگیره محاسبات رو انجام میده و به حل مسئله میپردازه. نکته مهمی هم که هست این هستش که ما باید بدونیم این کلا در خصوص این روش ها این هستش که روش های عددی یک روشی سریع و کارآمده که ما میتونیم برای تحلیل پدیده‌های دینامیک سیالاتمون استفاده کنیم و اونها یک شبیه سازی های دقیقی رو از سناریوهای پیچیده توی دینامیک سیالات میتونن به ما ارائه بدن. پس دو تا امر خیلی مهمه توی روش های عددی، یکی تاثیرگذار بودنش و میزان تأثیری که داره و میزان دقتش. این دو تا وجه خیلی مهمن که توی محاسباتمون دخالت میکنه و این روش در از بقای جرم و تکانه رو در دینامیک سیالات رو شامل میشه که میاد این عبارت ها رو حل میکنه و نکته‌ای که در این روش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست اینه که نحوه گسسته سازیش برای معادلات خیلی اهمیت داره، چون گسسته سازیش توی حجم محدود انجام میشه و برخلاف المان فاینایت المنت ما یک فضای چندبعدی رو داریم. خب حالا نکات دیگه ای که هست این هستش که ببینید مزیت ها و محدودیت های هر کدوم از روش های حجم کنترل رو باید بشناسیم. مزیت این روش اینه که توی محاسباتش پایداره و دقت قابل قبولی رو از خودش ارائه میده، ولی محدودیتش این هستش که ما نیاز داریم که مشهامون رو بسیار ریز بکنیم و هر چقدر که تعداد مشهامون و المان بندی هامون ریزتر بشه خب طبیعتاً حجم محاسباتی رو که به نوعی انجام میشه یا به عبارت دیگری میزان ران تایمی که توی محاسباتمون داریم بیشتر میشه و نکته مهمتری هم این هستش که غیر حساس بودنش به جریان در حالت نگاتیو یا جریان در حالتی که جهتش به صورت منفی باشه هم داره، یعنی حساسیت کمی نسبت به جریان منفی داره، در صورتی که اصلا این روش غالب استفادهش به خاطر این بوده که اصلا جهت جریان اهمیتش دوچندانه. و حالا کاربرد روش آببین رو کنترل برای تجزیه و تحلیل کنترل والیوم رو داریم که اولین موردش اینه که تعریف معادلات حاکم برای جریان سیال در حجم کنترل رو داریم و بسیار اهمیت داره که معادلات حاکمی که شکل میگیره به چه صورتی است، چون بعدش که میایم انجام میدیم اینه که باید دیسکریت بکنیم، یعنی گسسته سازیش رو انجام بدیم. دومین مورد اینه که استفاده از این روش جهت به دست آوردن جوابهای عددی برای مسئله دینامیک سیالات و سومین مورد ارزیابی و تفسیر نتایج به دست اومده برای درک رفتار جریان سیال در حجم کنترل از اهمیت ویژه‌ای برخورداره.
حالا یک چیزی که هست این هستش که ما باید این روش رو با روش های دیگه مقایسش بکنیم که ببینیم که کدوم روش برای ما مناسب تر. این روش با در نظر گرفتن جهت جریان که گفتیم مشخص میشه، ولی یه نکته که داره این هستش که این روش رو ما میتونیم با روش هایی مانند لاکس واندروف و بیم بارمین که یک رویکرد متفاوتی برای حل مشکلات دینامیک سیالات ارائه میدن جایگزین بکنیم. یعنی در اصل این روش آب بین تعمیم یافتش میشه روش لاکس واندروف یا بیم وارمینگ که توسعه داده شده شون به این روش رسیدن و به این صورت. حالا میایم به یک سری کیس استادی و مثال هایی رو میپردازیم که از این روش استفاده میشه. کاربرد این روش برای به نوعی تحلیل خصوصیات جریان و کارایی جریان سیال در طراحی توربین ها هست. دومین مورد اینه که مطالعه و بینه‌سازی جریان هوا بر روی بال هواپیما و اطراف بدنه وسایل نقلیه رو میاد انجام میده. به نوعی در اصل میاد ایرودینامیک رو بررسی میکنه دیگه توی حجم کنترل اطراف یک ایرفویلی که ما داریم یا یک به نوعی هواپیمایی که ما داریم. و آخرین موردم اینه که ارزیابی فشار، سرعت و انتقال حرارت در جریان سیال از طریق خطوط لوله و کانال ها هستن که در اصل این به ما کمک میکنه که اگر جهت جریان برعکس شد ما بتونیم از این روش به صورت بینه‌تری استفاده بکنیم. و چیزی که مهمه این هستش که ببینید نگاه کنید دوستان، این روش یک روش پایه و بیسیکه. شما نمیتونید که از این روش برای حل تمامی مسائل توی حجم کنترل استفاده کنید. و ضمن این که این روش هایی هم که داریم معرفی میکنیم دقت کافی و مناسبی رو نسبت به روشی که در آخرین ویدیو آپلود میشه نداریم، چون مهمترین روشی که باید استفاده بشه با بالاترین دقتی که میشه بهش رسید که روش اکسپوننشیال متد هست که اکسپوننشیال متد هم یه روشیه که حجم محاسباتی بسیار زیادی رو داره، چون میزان تقریب بسیار زیادی رو شاملش میشه. به خاطر همینم منجر به خطای گرد کردن میشه و باید بدونید که هر روشی رو ما نمیتونیم در اصل برای کارهای خودمون استفاده کنیم. پس بهترین کاری که میتونیم بکنیم این هستش که به طور کلی هدف استفاده از روش‌های عددی در حجم کنترل، پیشرفت در تحلیل عددی و بهبود توان محاسباتی، اینه اصلا هدفمون همینه. و هدفمون هم این هستش که بینه ترین روش رو بیایم به دست بیاریم که بهترین جواب رو هم حتی به ما بده، که این امر منجر به شبیه سازی دقیق تر و قابل اعتمادتر میشه. و نکته بعدی هم این هستش که مولتی فیزیک سیمولیشن، یعنی شبیه سازی توی چندین تا فیزیک مختلف بتونیم بررسیش بکنیم، یا به عبارت دیگه بتونیم با این روش رو یعنی ادغام دینامیک سیالات رو با سایر پدیده‌های فیزیکی داشته باشیم برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی جامدتر. و آخرین موردم این هستش که پیشرفت در جهت اجرای این روش ها توی دنیای واقعی و صنعت مانند صنایع خودروسازی و هوافضا و انرژی های تجدیدپذیر رو ما داشته باشیم. خب در این قسمت معرفی روش آببین به پایان میرسه و در ویدیوهای بعدی روش‌های دیگه‌ای رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خدایا رو نگهدار شما باشه.